گاهی ممکن است در زمان بهره برداری نفت افزایش فشار نفت بر اثر مخاطرات طبیعی پیش بینی نشده باعث خطرات جبران ناپذیری شود. این مسئله باعث شد تا یک شرکت دانش بنیان خوزستانی طراحی و ساخت یک تجهیز به نام هیپس را برای کنترل فشار چاه‌ها و مخازن نفت در دستور کار قرار دهد. تجهیز محافظ خط وظیفه اصلیش اینه که هر گونه افزایش فشار یا کاهش فشاری توی خط به وجود بیاد از اصطلاح فوران نفت جلوگیری بکنه و در زمان بسیار کوتاهی ظرف مدت کمتر از 3 ثانیه که در مورد تجهیز ما 2 ثانیه است خط رو ببنده و از تجهیزات اصطلاح محافظت کنه. تجهیزی که تا پیش از آن به صورت قطعه به قطعه از کشورهای خارجی تأمین می‌شد. ما از استانداردهای روز دنیا استفاده کردیم برای طراحی تک به تک این اجزا که در واقع کل سیستم حساسیت بالایی داره، چون ما این احتیاج رو داریم که هر وقت که خواستیم این سیستم رو استفاده کنیم در واقع بتونه کامل نیازهای ما رو برآورده کنه. تجهیز حفاظت از فشار با یکپارچگی بالا خود یک تجهیز ایمنی در جریان بهره برداری نفت به شمار می رود و نتیجه عملکرد آن جلوگیری از خطرات زیست محیطی را به همراه دارد. این تجهیز 100% توسط جوانان خودمون، یعنی کاملا بومی سازی شد. شرکت TUV یا توف آلمان شروع کردیم کار کردن که این شرکت در واقع ارزیاب ما بود تو این قضیه، چون برای این تجهیز باید حتما یه گواهینامه داشته باشی، چون کل امنیت پتروشیمیت یا چاه رو قرار ربط بدی به این تجهیز. از طراحی تا اجرای عملکرد تجهیز حفاظت از فشار پیش از نصب مورد ارزیابی در سخت‌ترین شرایط ممکن قرار می‌گیرد تا عملکرد آن مقارن با استانداردهای بین‌المللی باشد. با هر 10,000 عملکرد احتمال خطاش یک هستش و از خط و کل تجهیزاتی که پایین دست است محافظت به عمل میاد. از تجهیز هیپس علاوه بر خطوط انتقال نفت در نیروگاه‌های گاز و سکوهای دریایی استفاده می شود. ساخت تجهیز هیپس محافظ فشار چاه و خط انتقال نفت توانست بیش از 45 میلیون یورو صرفه اقتصادی را برای کشورمان همراه داشته باشد. مهران نیک‌اندیش، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.